قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود پروردگار یگانه و یکایک شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های ما. پیش از همه از یکایک عزیزان معذرت میپرسم که امروز با مشکلی های تکنیکی کمی برنامه ما دیر شروع شد. آنهایی که مشکلی پیدا کردن انشالله کمی دیرتر خواهند دید. و امروز موضوعی که در این برنامه انتخاب کرده موضوع سیاست پیامبر صلی الله علیه و سلم در تقسیم کردن منصب می باشد. پیش از همه عزیزان چگونه که می دونیم اگر به تاریخ نگاه کنید، تاریخ را اگر خودمون نگاه نکنیم به یکی از نظری تاریخ شناس مشهور به مایکل هارت نگاه کنید، او در کتابی 100 بزرگترین انسان ها در جهان یا نفرانی که همیشه در دنیا باقی میمانند میگوید محمد اگرچه خودی مایکل هارت مسلمان نیست ولی او یک تاریخ نویسی هست که حقیقت را میگوید، یعنی از روی تعصب اینکه غربی هست یا اینکه مسلمان نیست دروغ را نمیگوید، همیشه گشاد و روشن درباره تاریخ و بزرگان تاریخ صحبت میکند. این انسان در کتابش که نامش 100 انسانی بزرگی که در تاریخ خالدان یا جاویدان میمانند و بزرگترین آنها محمد است کتاب دارد. در آنجا میگوید که محمد یگانه انسانی هست که هم برای دین و هم برای سیاست، یعنی با حرکت دینی و حرکت سیاسی قدم گذاشت و هم در دین کامیاب گشت و هم در سیاستش. یعنی در جهان یگانه انسانی که با دو حرکت پرالیلی یا با هم در یک وقت قدم گذاشت و اصل او، مقصد او، هدف او بنیاد کردن دولت در یک مکانی که دولت اصلا وجود نداشت، چون عربستان سعودی در آن وقت فقط قبیله بود، هیچ نوع یک دولتی در آنجا وجود نداشت، یعنی همچون یک کشور، همچون یک شهر که در آنجا حکومت حاکمیت میکند، در آنجا امیر هست یا پادشاه هست یا ملک هست نبود، در حالی که در یمن پادشاهی بود، مثلا در شام بود، در دیگر حتی در حبشه یا افریقای کشوری سیاه پوست ها بود، در فارس و روم بود، اما خود حجاز یا عربستان سعودی با آن همه وسیعی یک کشور نبود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کردند با دعوت دینی که عین حال دین و سیاست بود و در هر دو این چیز کامیاب شدند. هم دینشان تا امروز مدتی 1450 سال تقریبا هست که هنوز هم دارد پیش می رود. همان سیاستی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کردند درازترین سیاست اسلامی هست که در تاریخ دنیا این گونه دولت را نمیشناسد که شروع شده تا 1300 سال در دنیا توانست حکم خود را ببرد. برای همین اینجا میخواستم کمی با این سیاست پیامبر شناس شویم که پیامبر چگونه در زمان خود، در عصر خود یک عصر طلایی بنیاد کردند، با آن تک و تنهایی توانستند یک دولت بنیاد کنند و به 30 سال یا به 50 سال اگر به درازتر گوییم نرفته کشورشان به تمام جهان مشهور شد که تا امروز تاریخ این گونه یک حرکت را نمیشناسد. موفقیت های پیامبر در کجا بود و آن عصر طلایی چگونه بود و فقط یک نقطه را یا کوچکترین شاخه از شاخه سیاست پیامبر رو میخواهم همراه شما در میان گذارم که انشالله خیلی امیدوار هستم که از این فایده بگیرید. اولا چگونه که میدونیم امروز هر جامعه که فساد زده است، عقب مانده است و آن جامعه نمیتواند هم از جهت اقتصادی هم از جهت علمی پیشروی کند، پیشرفته های او هرگز دیده نمی شود. جامعه های هستند که در آنجا تقسیمات منصب بر اساس
مهارت ها یا بر اساس ارزش های علمی و شخصی نیست، بلکه بر اساس خویش و تباری یا اینکه از جهت رشوه‌خوری و پوره‌خوری می باشد. برعکس این حتی دولت هایی که غرب هستند یا عموما زندگی در آنجا و دارد از زیادی آزادی به حیوان صفتی تبدیل می شود و مردم تماما با نابود گشتن معنویاتشان دیگر به مثل حیوان زندگی کردن رو برای خود پیشروی می دانند. می بینید که از این که ساخت کشور از این است که به مهارت ها نگاه کرده، به شخصیت ها نگاه کرده، یک انسان به چی کار ارزنده هست از جهت مسابقات یا از جهت صحبت های آشکارایی که بدون هیچ طرفگیری و خویش و تباربازی نیست به کار میگیرند، اون کشورها دارد روز از روز پیش می رود و در حقیقت یک نفره رو مثلا مدیری معارف میکنن یا اینکه وزیر میکنن یا اینکه به یگان جای دیگر به کار میمونن که او از عهده او براید و این رو دیده و سنجیده میمونن. انا برای همین دارد این کشورها خیلی و خیلی پیش میرود. اما برعکس این در کشورهای پساشوروی علل خصوص در کشور ما میبینید که از این که تقسیمات منصب از جهتی مهارت های شخصیت ها نیست یا از جهت اینکه این انسان به اینجا ارزنده هست، او علم دارد، او معرفت دارد، او تجربه دارد، نه، بر اساس رشوه هست. چقدر که رشوه میدهی به همان نگاه کرده تو میتوانی منصب خری، یا بر اساس خویش و تباری است. پدر که در بالا هست حتما وزیرش فرزندش می شود یا دخترش می شود یا دامادش می شود، همین طور دور می زند. این گونه فقط تاجیکستان، دیگر کشورهای آسیای میانه هم هستند، اما در تاجیکستان از حد زیاد که دیده می شود و این به یگان دنیا پوشیده نیست. می بینید که چقدر دارد سطح علمی مردم، سطح پیشروی، ما در یگان ساحه پیشروی کردن نمی توانیم و دولت یک طرف استاد. مسئله دیگر این است که حتی شریکه های خردکک یا بعضی از تشکیلات هایی که خارج از کشور هستند، علل خصوص در ما در تاجیک‌ها هست، چه تعلیمی باشد چه تجاری باشد، خیلی انسان در حیرت میماند. میبینید که یک چند نفر میخواهند یک مؤسسه علمی بنیاد کنند یا یک کانال حتی بسازند و در اونجا به جای اینکه نفرهای با استعداد را بگیرن، بهترین استادان را بگیرن یا یک نفر را بگیرن که او ارزنده است، او کاربری میتواند، اولین چیزی که به عقلشان میآید فرزندم را، همسرم را، دخترم را، دامادم را، برادرم را، یا اینکه یگان دوستم را برای اینکه با اون مناسبتم خوب شود میخواهم به کار گیرم. از همین جهت تقریبا زیادی من به بسیاری از کانال ها یا اینکه پیشروی های کشورهای همسایه علل خصوص به ازبکستان نگاه میکنم، چی در ترکیه، چی در مصر، چی در دیگر کشورها، میبینید که از ما نگاه کرده در ایشان کمی پیشروی زیادتر دیده می شود و اونقدر همون درجه‌ای که در ما خویش و تباربازی هست، یار و دوست بازی هست، در آنها نیست. و یا که در برادرهای چچنستانی و یا داغستانی که مدت با ایشان هم کار کرده بودم، دیده بودم که وقتی یک مدرسه یا یک مؤسسه تعلیمی بنا میکنند و اونجا با 1001 اعلان بهترین استادها رو قبول میکنند، بهترین استادها رو از هر طرف، و برای آنها مهم نیست اصلا که استاد چی هست، یعنی ملتش کی هست، چی هست، از کجا هست، مهم به شرط و شروط آنها راست بیاید و میگیرند و در حقیقت تا اندازه پیشروی کرده میتوانند. اما در ما برعکس است، هر کجا رفتیم همان سنتی دیرینه حکومت خود رو با خود میبریم. نه، من در همین کارم فقط اطرافیان خودم رو میگیرم، برای من مهارت یا اینکه پیش رفت کرده توانسته کسی مهم نیست، برای من نفرانی مهم است که در اطرافم باشند، فرزندانی من باید به اونجا جا شوند، علل خصوص مسئله به معاش رابطه داشته باشد. یعنی حتی در درون خانه خود هم وقتی ما به هر یک فرزند خود به مهارتش، استعدادش تا چه اندازه میتواند پیشروی کند یا نکند تقسیم وظیفه میکنه، میبینید که او هیچ کار کرده نمیتواند. و من خیلی یکی از پندهای آلبرت اینشتین مقال شده بود که او میگوید آیا میتوانی ماهی رو بالای درخت بمانی؟ وقتی ماهی که با اون سرعت شنا میکند و مهارت دارد بالای درخت ماندی، او میمیرد.
برعکس این پرنده هایی که اینقدر بالا پرواز میکنن اگر به آب ماندی غرق میشود و نابود میشود. جای ماهی آب است، جای پرنده هوا هست. و همین گونه انسان هایی هستند که جای آنها کرسی آنها کرسی استازی هست، استادهایی هستند که جای آنها سیاست است، جوان هایی هستند که جای آنها کار دیگر است. یعنی قائدها یا سردارها باید هر نفر را به مهارتش نگاه کرده به کار مانند. یعنی مسئله خویش و تبار بازی، مسئله این که من در همین جا هستم، اول خویش و تبار خود را اطرافم جمع میکنم، علل خصوص خیلی گفتم در اونجا مسئله درآمد باشد که ما باید اویلوی درآمد کنیم. این آب از سرچشمه لای است و متاسفانه تا تمام مردم این سنت دیگر دارد روز از روز جاری می شود که بنده همیشه این را دیده ایستادم. و چیزی دیگر این است که در ما از عهدهش می براید یا نه، تا چه اندازه در این باره تجربه دارد و این چیز هم خیلی کم دیده می شود. و در مسئله تجربه گفتن چیزی دیگر این است که گمان میکنیم تجربه همیشه با سن و سال است، یعنی سن و سال بالاتر است و تجربه دارد. آری، اما بعضی حالت هایی هست که یک جوان با اینکه تجربه ندارد از عهده بعضی کارها از 100 تا نفرانی که سن سالشان بالا هست به خوبی میبراید. برعکس این بعضی انسان‌های هم هستند که سن سالشان بالا است، گمان میکنیم که دیگر عقل آنها تا اندازه نمیتواند یا جسم قوت آنها نمیتواند درک کند، ولی آنها خیلی و خیلی از عهده دیگر کارها میبرایند. انا به همین جا انسان رو حیرت زده میکند سیاست پیامبر. اگر ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز در تقسیم منصب ها، در جابجا کردن صحابه ها، در مهمیت ها نگاه نمی کردن به سن و سال آن انسان و این چنین به تجربه آن انسان و یا حتی به خویش و تبار. او به پیامبر خویش و تبار است یا خویش و تبار نیست. و عیناً همین گونه می بینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حتی اذان را میدونیم که اذان گفتن یک وظیفه معین نبود در زمان پیامبر و با اذان گفتن فقط با قصد ثواب گفتن اذان میگفتن. امروز در بعضی کشورها برای مؤذن ها پول جدا میکنن و یا در بعضی کشورها مؤذن خیلی قدرش بالا هست. ولی در مستدرک حاکم حدیث است که زبیر ابن عوام اما بچه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. میگویند من وقتی شنیدم که پیامبر گفتن روز قیامت آنهایی که مؤذن هستند قدهایشان بلندتر از دیگرها هست یا گردنشان درازتر از دیگرها هست، یعنی از دیگر مردم شان و شرفشان بالا هست، من خیلی خواستم مؤذن باشم، اما به من این چیز داده نشد. کی نداده بود؟ این را پیامبر نداده بودن. از اینکه صدای حضرت بلال بلندتر بود و به اطراف می رفت و حتی پیش از مسلمان شدن از صدایشان امیه ابن خلف بعضا می گفت یگان چیزی را زمزمه بکن که خیلی صدای فورم داری. پیامبر می دانستند که برای اذان گفتن صدا لازم، هم صدای بلند باشد هم صدای فورم داشته باشد یک نفر. و اگرچه این کار یک منصبی بالا نباشد اما یک نفری رو باید ما به اینجا بمانیم که از عهدهش به خوبی براید و مهارت داشته باشد. و این رو در بلال دیده بودن و گفتن بلال برخیز تو اذان بگو. و این چنین عبدالله ابن ام مکتوم که عبدالله هم خودشون اگرچه چشمشان کور بود اما صدای فورمی داشتن که با اذان ایشان دیگر مردم راحت میکرد و به همه جا میرسید بدون بلند گوید. عیناً همین گونه کودکی رو میبینن که در وقت فتح مکه صدایش خیلی فورم است، او شعر میخواند و دیگرها گوش میکنن. پیامبر میگن این رو خوب تربیت کنید و مؤذن شود، با این صدایش او میتواند یک مؤذن خوب شود. ببینید که زبیر ابن عوام اما بچه پیامبر هستند، اما پیامبر میگن نه، از اون گفتن اذان تو نیست، اما از این هم به یک مهمیت خیلی و خیلی مهم زبیر رو میگذارن. اون هم در جنگ احزاب وقتی که از هر طرف و مدینه میخوان هجوم کنن، پیامبر به صحابه ها میگن من یک نفر رو میخواهم که برود و خبری دشمن رو به من بیارد، یعنی همچون یک شخصیت استخباراتی تو به ما اخبار آنها رو بیاورد. زبیر رو روانه میکنن و وقتی آمده زبیر میگوید که آنها چنین و چنان نقشه دارن، پیامبر میگوین هر یک
پیامبر حواری دارد، یعنی نصرت دهنده دارد، حواری من، نصرت رسانی من همین زبیر می باشد. ببینید زبیر رو در اینجا به کجا استفاده بردن، اما گفتم به از آن تو زیبنده نیستی. چیزی دیگر حضرت علی هست، خیلی که گفتم اینجا مسئله هایی هست که بعضی جوان ها به خوبی از عهده او میبرن، خیلی و خیلی از عهدهش خوب میبرن، اما میگن نه 18 سال هستی یا اینکه خیلی جوان هستی تو نمیتوانی، با جای تو کسی دیگر رو میگیریم. اما ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه به مدینه بیایند به حضرت علی میگویند تو در جایگاه من خواب میکنی، یعنی به جای من تو خواب میکنی، من از خانه برآمده میروم و وقت مشرکین میخواهند مرا بکشند میبینن که تو رو میبینن و کار کردن نمیتوانند، برای اینکه تو هم از قریش هستی و همین گونه نامردی در حتی در کفار نبود که به جای دیگر کس را اذیت کنند. و ببینید یک جوانی 20 ساله 22 ساله گویم تقریبا و این روزه می شود، در حالی که این کاری آسان نیست، این کاری آسان نیست. به جای پیامبر در جایگاه پیامبر خوب کردن و بعد از پیامبر رفتن هر امانتی که در خانه پیامبر هست و صاحبانش سپاریدن. اینجا پیامبر چرا به همین جای و این مقام و این منصب حضرت علی رو میمونند؟ از یک جهت اینکه حضرت علی جوان هستند و یک شجاعت داشتند که به همه چیز راضی هستند، برای مردن، برای نبرد، برای جنگیدن. دوم این است که حضرت علی از قریش هستند و این چونین از اینکه در خانه پیامبر بزرگ شدن ایشون خوب میدانند که کدام امانت از آن کیست و بعد از پیامبر رفتن امانت ها رو به صاحبانشون برمیگردونند. و همین گونه پیامبر یک جوان رو و یک مهمیت میمانند که اصلا گفته میتوانیم که این کاری بچه های جوان نیست. و اسامه ابن زید رو به جنگی که همراه مشرکین نیست، به جنگی که همراه قریظه و دیگر یهودهای اطراف نیست، به جنگی که علیه روم است، کشوری که نیم دنیا از آن بود و دیگر تقریبا کلش رو در آن وقت گرفته بود، حتی بالای فارس ها غلبه کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اکثریت روایت ها آمده است که جوان 16 ساله بود. اسامه رو به اسب سوار میکنند و میگویند اسامه شما سرلشکر هستید، این همه لشکری بزرگ باید اطاعت شما رو بکند برایت. حتی اکثریت مسلمان ها میگن چه کاری هست که پیامبر میکنید؟ اینجا صحابه های بزرگ هستن، یک جوانی 16 ساله. پیامبر میگن آره پدرش رو هم بچونین مهمیت ها میموندم عیب میکردید، امروز پسرش رو هم میمونم. ولی پیامبر میدونستن که کی رو به کجا ماند. و ببینید که تو سابقه جنگی نداری یا تو در این کار، در اینجا خالد ابن ولید است، او میتواند سرلشکر شود. برای مثال در حالی که در آن وقت خالد ابن ولید مسلمان شده بودن ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم اسامه را روان کردند. و چیزی دیگر این است که ببینید همراهشان، همسفرشان، کسی که همراهشان میبراید در راه حضرت ابوبکر هستند. ابوبکر رو برای خود همسفر میگیرند و بعد از به مدینه آمدن هم در زیاد مسئله ها از ابوبکر و عمر مشورت میپرسیدند. و حضرت عمر میگویند در بین ما درباره قضاوت کردن، یعنی قاضی شدن بین مردم، کسی مثل علی نیست. اما حضرت علی میگویند من خیلی غبطه میخورم به عمر که عمر مشاور پیامبر است، در بسیار مسئله ها به پیامبر مشورت میدهد. و در کتاب های تفسیر هم میبینید که خود حضرت عمر میگویند 3 مسئله هست که به پیامبر مشورت داده بودم و درباره‌اش آیت نازل شده بود، چگونه که یکی از آنها درباره سطر کردن همسران پیامبر می باشد. و پیامبر برای خود این گونه نفران را همچون وزیر یا گفتیم همچون نفرانی مشورت دهنده و نزد خود گرفته بودند. از طرف دیگر حضرت علی رو میگیرند به یمن میفرستند یا معاذ ابن جبل رو میگیرند به یمن میفرستند. جوانی 34 ساله، جوانی 30 ساله میگویند تو میتوانی برو در آنجا قضاوت بکن. ببینید که اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان خود را میشناختند، اطراف خود را میشناختند، کی را به کجا به کار مانند این را میدانستند و همین گونه توانستند یک دولت بنیاد کنند که با ریشه آن تا 1300 سال آن دولت در روی زمین باقی ماند.
در روی زمین باقی ماند. حتی بعد از پیامبر هم عیناً همین گونه در زمان حضرت عمر بود، در زمان حضرت ابوبکر بود، در زمان حضرت عمر بود، در زمان حضرت عثمان کم کم به مشکلی دچار شده. دیگر بعد از اینکه حضرت معاویه خلافت رو به پسر خود دادن، بعد از این دیگر خلافت به یک منرخ یا فرزند به فرزند دادن شروع شد و مشکلی و ظلم بالای مسلمان ها آمدن رو شروع کرد. اکنون امروز ببینیم که در ما حالت ها چی هست. حتی گفته ایستادم کشور رو که همه میدانیم، اما چی می شود که ما خودمون وقتی یک کاری رو، حتی در کارهای خیریوی باشد، حتی در کارهای کوچک دعوت باشد، حتی در کارهای باشد که عموما برای پیشروی هست، یعنی یک جماعتی کار میکنیم، از روی عدل و انصاف نگاه کنیم. نگویم این خویش و تبار من است، نگویم این فرزند من است، نگویم این داماد من است، نگویم دوست نزدیک من است که باید در نزد من همراه من معاش بگیرد. بیاد بگویم که کی قدرت این را دارد. آره، از اطرافیان ما بگذار باشد، بعضا ما اطرافیان خود را خوبتر میشناسیم، اما از روی عدل و انصاف نگاه کنیم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابوذر غفاری به نزد پیامبر آمده میگویند پیامبر من میخواهم امیر باشم و یکی از شهرها یا یکی از ولایت ها مرا امیر گذارید. پیامبر میگویند اینک ضعیف و اینها لامانه. ابوذر، تو یک انسان ضعیف هستی، ضعیف از جهت اینکه مهربان هستی و این یک امانت است. یعنی یک شهر را والی شدن و سردار شدن و در آنجا حاکمیت کردن یک امانت است. کسی به خوبی از آن برآمد در روز قیامت برایش ندامت نیست، اما کسی که سردار جای شد و از عهده او به خوبی نآمد، خزی و ندامت است، خواری است، پشیمانی است که چرا کردم، کاش من یک انسان عادی می بودم. ابوذر این را به تو داده نمیتوانم. ببینید که ابوذر وقتی پیامبر این را میگویند چشم است، من قبول، اگر شما گفتید دیگر چیزی نمیگویند. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بر علا این از انصار است، این از مهاجرین هست، این از نزدیکان من است، گویم نه، بر علا از اینکه میگفتن نه این انسان یک خصلت ضعیفی دارد، ضعیفیش از اینکه خیلی مهربان است یا خیلی نرم است، مهین است، گفته نتوانسته بودن که تو به اینجا شو، تو به اینجا شو، نه، گفتم نه، به تو این نمی شود. اینجا بعضی ها میگویند من از روی خجالتی فلانی رو به کار گرفتم، من از روی اینکه خویش و تبار من بود. ما میتوانیم بگوییم برای شما کار دیگر پیدا میکنم، یا گفته می شود که شما نمیتوانم وقتی آنهایی که از شما مهارتشان بلندتر هست آنها رو بگذارم و شما رو بگیرم. ولی ما عادت کردیم روی نگری کنیم و گوییم نه، اگر نگفتم او خفه می شود، اگر نگفتم او بعد از این با من دیگر دوستی کرده نمیتواند. همین گونه حتی یک مکتب رو میبینید که دیرکتور یا گفتیم مدیر آن مکتب تمام نزدیکان خود رو به اطرافش جمع میکند، اما اون کودکای آن مکتب چی میشود؟ آنها قربانی کی میشوند؟ آنها چی میخوانند وقتی که در آنجا فقط قبول کردن معلم بر اساس خویش و تباری هست؟ حتی قضاوت یا گفتیم بالای مردم حکم کردن و سودیگی و دیگر کارها، چقدر نفران بیسوادی رو میبینید که آنها بالای مردم در یک کارهای هستند که این کارها رو یک نفر باید کند که از همه طرف قدرت این رو داشته باشد. یک انسانی که در داخل خانهش حکومت کرده نمیتواند، یک انسانی که اون معاملهش رو با پدر و مادرش درست کرده نمیتواند، او بین علاقه دولتی و در یک جایهای کار میکند که به اونجا این گونه انسانها رو هرگز نباید راه داده شود. یعنی این چیز را باید وسیع‌تر نگاه کرد و ببینید که به سیاست مالزی نگاه کنید و یا اینکه به این سیستم نوپاد ترکیه هم داخل شده است، میبینن که برای یک معلم را به کار گرفتن تا 5 سال او را امتحان میکنن. تا 5 سال یک معلم باید داخل امتحان شود، برآید و در آخر بعد از اینکه او چندین بار صحبت کرد، بعد از اینکه چندین بار به یک چند امتحان ها در آمد، بعد از اینکه چندین بار درس داد و در درس دادنش موفقیت او را حس کردن، او را به کار میگیرن و میبینید که تقریبا طلبه پیدا نمی شود که بگوید ما از معلم شکایت داریم، یا طلبه هست که بگوید ما در درس چیزی رو نمیفهمیم. برای اون که برای معلم شدن یک معلم
بارها و بارها از اینکه او را نمیشناسند و به دیپلمی او باور ندارند و اون چیزی که او درباره خودش میگوید باور ندارند، گشته و برگشته آن نفر را امتحان میکنند، از آن نفر گشته و برگشته با از صحبت میگذرانند و در آخر میگویند انا این نفر در حقیقت زیبنده هست. و من شخصا چه از دوستانم در مالزیا بود، در اندونزیا هم عیناً همین سیستم بود، در ترکیه با زیاد از همکورس‌ها صحبت میشوم که میگویم من چندین بار داخل امتحان شدم، اگرچه من ماجستر در ازهر هستم یا تقدیم به دکتری کردم، اما مرا از امتحان، از اینکه نگذشتم یا در وقت درس دادن مشکلی ایجاد کردم یا در وقت صحبت درباره بچه‌ها چیزی گفتم، مرا به کار نگرفتن و گفتن هنوز هم تو باید کوشش دیگر کنی. و در هیچ مثلا نمیپرسن که از آنجا این دیپلم تو چند است، فقط از روی دیپلم دیدن که در تاجیکستان میدونه دیپلم ها الان از کدام را به دست می آید. و همین طور بقیه کارهایی که عیناً سیاست پیامبر در آنجا اگر باشد و در انسان عدل باشد، در انسان عدل و انصاف باشد و یک نفر را نه به خاطر اونکه خویش و تبار ما هست، نه به خاطر اونکه شناس ما هست، نه به خاطر اونکه همکلاسی ما هست یا اینکه ما دیر باز با هم در یک جا کار کردیم، نه، از اینکه ما دقیقاً میدونیم که این انسان با این کار زیبنده هست، اگر او را به کار گرفتن میبینید که چقدر جایهایی هست، چقدر کارهایی هست که اگر یک اهلش به آنجا آمد، یک کسی که از عهدهش می آید به سر آنها برآمد، چقدر از آن طرف میتوانند مردم فایده بگیرند، چقدر گل شکوفان می شود. و ما برعکس این که ما یا اینکه نمیتوانیم یا به خویش تبار خود زیادتر فکر میکنیم از اینکه جمعیه و جامعه را یک طرف مونده، ما زیادی خویش تبار خود را فکر میکنیم که انا به اینها به اهل خودم کمکم رسد و وقتی مصلحتی زیادی مردم یک طرف میموند و مصلحت های شخصی میشوند، هیچ کس جلو رفته نمیتواند. چیزی دیگر این است که مشکلی در این رو تکبر هم گفته نمی شود، خاکساری هم گفته نمی شود، شاید خجالتی گویم چیزی دیگر. انسان هایی هستند که میدانند زیبنده و ارزنده یک کاری هستند، اما زیادتر شاید بگویم ترس است که به آنها اجازه نمیدهد که یک قدم پیش مانند. اگر فیلم حضرت یوسف رو که همه دیدید و قصهش هم در سوره یوسف در قرآن نگاه کنید، حضرت یوسف خودشان طلب میکنند، خودشان میگویند اجعلنی علی خزائن الارض، مرا به خزینه های زمین خزاندار بمان، یا اینکه مرا وزیر مالیات بمان و گفتیم امروز زمان مرا وزیر مالیات این کشور کن، برای اون که من هم امانتدار هستم و امور خزانه‌داری رو خوب میدونم. و اینجا گفته نمی شود که منصب تلاشی کرد، منصب طلبی کرد. یعنی جایهایی هست که یک نفر گفته میتواند که من در همین جا میتوانم کار کنم. البته این رو به کشور برده نمی شود، چون که در تاجیکستان یا از طرفی پورا دادن شما به کار میستید یا یکان تقا داشته باشید، یعنی خویش و تبار داشته باشید. اما دیگر کارهایی هست که یک نفر میتواند بگوید من میتوانم همراه شما کار برم، من این گونه استعداد دارم، مهارت دارم، میتوانید بسنجید. اما انسان‌های بالیاقت با مهارت هم زیادی از روی ترس خود را چت میکشند یا اینکه نمیخواهند نمایان شوند و میبینیم که کار ما به کجا کشیده است و میبینیم که کی نفران امروز چی کارها کرده ایستادن و پارچه داریم تا روز از روز پاره میشویم، روز از روز تفریقه میشویم، روز از روز جدا میشویم و خیلی کم دیده میشود که دست جمعانه گروه تاجیک‌ها در این و یا آن کشور یک کاری رو کرده ایستاده باشند. دست جمعانه تمام تاجیک‌ها رابطه ندارد به اختلاف فکرهای آنها، رابطه ندارد با اینکه نظرهای آنها درباره این یا آن شخصیت چی است، نه اینکه ما تاجیک هستیم چگونه که دیگر کشورها یک جمعیتی های خوب دارند و پیشروند، این گونه ما هم یک پیشروی داشته باشیم. عجیبش این است که به نزدیکی بود به یک چند کشورها من داخل شدم از طریق اینترنت که یک جمعیت خوبی تاجیکان رو پیدا کنم. همیشه جمعیت افغان ها پیدا می شود، جمعیتی افغانستان هایی که در کانادا، در امریکا، در آلمان، در فرانسه، در استرالیا وجود دارند.
جمعیت بزرگ افغانستان ها و یک چند لایحه دارند و یک چند کارهای دارند که برای افغان های خود کرده می توانند. از تاجیک ها رو پیدا نکردم، باور کنید پیدا نمیشه. در اینترنت بزنید جمعیت تاجیکستانی ها در اینجا آنجا که آنها یک کار خوبی رو برای شما کرده توانند یا حتی یک مشورتی خوب. نه گروه زیاد هستن برای اون که ما مسئله رو مسئله شخصی میبینیم، پیشرفت رو فقط در شخصیت میبینیم، پیشرفت رو در عائله میبینیم. ما نمیخوایم یک پیشروی جماعتی کنیم. حتی متاسفانه در بین طالب علمان، در بین حتی علما، در بین اهل علم هم دیده نمیشود که اهل علم با هم جمع باشند، یک مشورت کنند، اهل تجربه با هم جمع باشند برای اون که مسئله یا از جهت اخلاص یا از جهت اینکه ما پیشروی خود رو و مصلحت خود رو همیشه از مصلحت جامعه‌مون، از مصلحت امت، از مصلحت هموطنان خود بالاتر میدانیم و میگوییم وقتی دیگ من جوشان است چی کار دارم به شکم گرسنه دیگران، که اما با این کسی پیش رفته نمیتواند، با این هیچ کس یگان قدم و پیش مونده نمیتواند و از اینم بدتر میبینید حالی ما چی میشده باشد. برای همین در این موضوع فقط خواستم بدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پیشروی امت، برای ساختن یک دولت، برای اون که ناقص نباشد، همه در جای خود باشد، از روی عدل و انصاف، از روی حکمت چه سیاست های پیش برده بودند و همون گونه که مثل پیامبر هر کسی که سیاست پیش برد، مثل عمر ابن عبدالعزیز تقریبا 2 سال فقط خلافت کردن، اما چون مثل پیامبر بودن میبینید که میگویند اون زمان مثل آمدن مهدی بود یا هارون الرشید که در مدت کوتاهی فقط خودش، نه فرزندانش، نه خودش، وقتی او گفت من عیناً مثل پیامبر و خلیفه های پیامبر حکم میکنم، میگم برکت زمین و آسمان و این دولت پاشیده بود که از عصرهای بود که کل دنیا نام هارون الرشید رو میشنید و لرزه می در آمد. از اینکه هر یک نفر رو به جایش ماندیم و نگفتیم که من خودم من هستم، نگفتیم دیگرها باید فایده گیرند، دیگرها باید پیشروی کنند. اینجا عزیزان برنامه را به پایان میرسانم با امید آنکه یکایک ما توانیم درست فکر کنیم که ما به کجا قدم زده ایستادیم و این رفتنی های ما به کجا میبرد و اختلاف ها را یکسو گذاریم، من و تو ها را یکسو گذاریم، دست جمعانه با هم یک کار کنیم که حداقل فرزندان ما بگویند اگرچه در مهاجرت بودند پدر و مادر ما کار کردند که تا سالها به فایده فرد تاجیک و فرد هر یک مسلمان بود. این بود برنامه امروزه من با شما. در پناه الله یگانه باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.